سلام به همگی. امروز میخوایم راجع به مکمل‌های ضد ریزش مو صحبت کنیم. اولین مربوط به برند میولیس شرکت DM هستش که یک مولتی ویتامین کامل برای تقویت رشد مو و جلوگیری از ریزش مو هستش که حاوی بیوتین، سلنیوم، زینک و فولیک اسیده و همچنین مس بر جلوگیری از سفیدی مو. روزانه 1 عدد باید مصرف بشه و حاوی 60 عدد کپسوله که نسبت به قیمتش خیلی مقرون به صرف است. محصول بعدی کپسول اورتومول هستش که حاوی زینک، بیوتینه و علاوه بر اون حاوی L-سیستئین و L-متیونین، 2 تا اسید آمینه ضروری برای ساختار مو و همچنین عصاره ارزن و دم اسب رو داره که آنتی اکسیدانن و کمک میکنن گردش خون در کف سر بیشتر بشه و التهاب پوست کاهش پیدا بکنه. محصول بعدی از برند اورتومولی که باید روی کف سر خشک ریخته بشه و حالت تینت سر داره که حاوی 3 گیاه سویا، اسکوتلاریا و گندمه که باعث رشد مو و کاهش ریزش مو میشن. همچنین زینک و مس داره برای جلوگیری از کدر شدن مو و انتقال مو از فاز استراحت به فاز رشد. محصول بعدی اسپری دوکری از زیر مجموعه های برند اون هستش که حاوی 3 تا گیاه مختلفه که مهمترینش عصاره خار مریمه که باعث تحریک سلول های بنیادی فولیکول مو میشه و همچنین این محصول قابل استفاده برای قبل و بعد کاشت موه و به حالت اسپری و شستشو نمیخواد و چون که بسته بندیش 2 تاییه به نظر من خیلی مقرونه به صرف است و حداقل 2 ماه باید استفاده بشه. محصول بعدی محلول ریگین هستش که حاوی ماینوکسیدیل 2%. ماینوکسیدیل چی کار میکنه؟ باعث میشه که جریان خون کف سر افزایش پیدا بکنه. در نتیجه موها بیشتر از فاز استراحت به فاز رشد منتقل میشن و برای خانمایی که بالای 18 سال هستن و دچار ریزش مو در فرق سر هستن خیلی محصول مناسبیه. برای آقایون معمولاً 5% باید استفاده بشه. 2 بار در روز روی کف سر خشک باید استفاده بشه. و بالاخره محبوب دلها پریورین که هم کپسول داره، شامپو، محلول و ماسک سر. و اما کپسولش که یک مولتی ویتامین بسیار کامل بر جلوگیری از ریزش مو هستش. ترکیبات کلیدیش حاوی بیوتین، L-سیستئین که یک اسید آمینه ضروری برای موها هستش، عصاره ارزن که فولیکول مو رو تغذیه میکنه، ویتامین B5 که باعث افزایش متابولیسم سلولی میشه. حداقل 3 ماه باید استفاده بشه و برای شیردهی هم مناسبه.